مستند ایران تبعیدگاه صاحبان اصلی خیش. زنده باد هموطن، زنده باد وطن. اینجا خاک ماست اما اتمسفرش بوی غربت میدهد. انگار در شناسنامه هایمان آدرس را اشتباه نوشتند. میدانی تلخ در این جای قصه کجاست؟ اگر نمیدونی لطفاً 4-5 دقیقه وقت تو بده به من. این کارو بکن حتما، لطفاً هموطن. این که برای لمس تکه‌ای از حقت باید مثل یک سارق در شب راه بروی. ما صاحبان خانه‌ای هستیم که کلیدش را به همسایه باج دادند و حالا پشت درهای بسته لرزیدن در سرمای بی‌عدالتی را تمرین می‌کنیم. نگاه کن، سفره ها را به نام قناعت کوچک کردن تا جیب های بی انتهایشان بزرگتر بماند. اینجا نان را با طعم بغض میخوریم و آزادی را در تاریک خانه ها حبس کرده ایم. به ما میگویند صبر پیشه کنید اما خودشان در صف اول غارت مسابقه وقاحت گذاشتند. چه عدالتی که در آن سهم صاحب خانه حسرت است و سهم مهمان ناخوانده خروار خروار طلای خون رنگ. ما در شهری را می رویم که نامش ایران است اما رسمش رسم غریبه هایی است که زبان زخم هایمان را نمی فهمند. آه از این وطن که تبعیدگاه صاحبان خیش شده است. ما را در قفس تنگی چپاندند که میله هایش از جنس مصلحت است. مصلحتی که شکم فرزندان این خاک را سفره خالی کرد تا آرمانهای پوشالیشان در آن سوی مرزها فربه‌تر شود. به خبری که همکنون به دست من رسیده توجه فرمایید. رگهای زمین را زده اند، نفت و گاز و غیرت را به تاراج میبرند و به ما میگویند دعا کنید. غافل از این که خدای ما خدای ستم دیدگان است، نه خدای قصر نشینانی که با تسبیح تیر خلاص میزنند. اما گوش کن، این سکوت هم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. این سنگینی قبل طوفانی است که ریشه هرچه نقابدار بیگانه است را خواهد کند. ما نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم که چگونه میراث پدرانمان را خرج لبخند غریبه ها کردید. اینجا ایران است. صدای ما را از ایران میشنوید. ایران جاویدنامان. خاک ما، خانه ما و روزی که صاحبان اصلی به اتاقهای این خانه بازگردند برای غریبه ها جایی جز زبالدان تاریخ نخواهد بود. ما وارثان بغض‌های کال نیستیم. ما همان بذر کینه ایم که در شوره‌زار مصلحت‌هایتان دفن کردید. بترسید از روزی که آینه ها بشکنند و تصویر واقعی خانه‌مان در چشمانمان نقش ببندد. آن روز با تمام وجودمان فریاد خواهیم زد: اینجا ملک پدری ماست. شما تنها رهگذرانی بودید که رسم میهمانی را به لجن کشیدید. پایان قصه بازگشت ماست و این نه یک آرزو که یک تقدیر است. خانه را پس میگیریم حتی اگر از آجر آخرمان فقط خاکستر مانده باشد. زنده باد هموطن، زنده باد وطن. هموطن خواست من، سپاس که من همراهی کردی و اینم آخرش، دیگه سرتون رو درد نمیارم. شما را میبینم که با دستانی آلوده به بوی بارود تسبیح میگردانید و برای سفره‌های غارت شده تان شکر مصلحت میگویید. چه حقیرن آنانی که نان خیش را در خون هموطن زدند و نامش را برکت گذاشتند. آه از شما که برای لبخند جلاد مرثیه انسانیت سر دادید. شما نه طرفدار یک تفکر که شریک هر تیر خلاص هستید که در سکوت کوچه ها شلیک شد. تاریخ نام شما را نه به عنوان وفادار که به نام تماشاچیان مسلخ به یاد خواهد آورد. بگرید، نه برای مایی که ایستاده مردیم، بلکه برای خودتان که در خانه غریبه برای قاتلان رویاهایتان هله هله کردید. روزی که پرده ها بیفتد شما میمانید و آینه‌ای که هرگز جرأت نگریستن در آن را نخواهید داشت. وطن مادر داغداری است که نام شما را از شناسنامه‌اش خط زده است. شما دیگر حتی غریبه هم نیستید. شما لکه ننگی هستید که هیچ بارانی پاکتان نخواهد کرد. و تمام